16 نوامبر همچون روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعلام گردیده است و فکر میکنم بسیار رمزی است، زیرا ماست 16 نوامبر سال 1992 سانه بود که در تاریخ نوین تاجیکان یک گردشی نو داد، یک دولتداری نو داد، یک در مسیر دولتداری ما یک نقطه نو گذاشت و پس از این ما توانستیم که در همه سمت، چی در سیاست داخلی چی در سیاست خارجی یک موفق باشیم و تاجیکستان همچون یک دولتی ترقی کرده، یک دولتی از نگاه سیاسی و اقتصادی پیشرفته معرفی کنیم. چون به جامعه جهانی اعتبار میدیم، جایگاه تاجیکستان در جامعه جهانی نهایت برجسته است و فکر میکنیم که در جایگزینی تاجیکستان همچون یک دولتی از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی پیشرفته، پیش از همه نقش اساسگذاری دولت محترم امامعلی رحمان نهایت ممتاز است، زیرا ما را در جامعه جهانی معرفی کرده توانست و امروز زیادتر از 200 دولت‌های جهانی با تاجیکستان چی روابط سیاسی دارند، چی روابط اقتصادی و تجارتی دارند و جایگاه تاجیکستان چه خیلی که بالا گفتیم در جامعه جهانی نظررس است. همه ساله ما آگاه هستیم که در برابر جشنگیری استقلالیت از بزرگان ملت یاد میکنیم. همه ساله ما به مثل متفکرانی چی در ساحه ادبیات چی در ساحه تاریخی ما بزرگداشت امام اعظم جشن گرفتیم، کمال خوجندی، میر سید علی همدانی و سال گذشته یک سیمپوزی بین المللی در مورد 115 سالگی اکادمیک علامه باباجان غفورов در شهر دوشنبه برگزار گردید که در شناخت آگاهی ملی ما فکر میکنم تکان جدی داد و خود راهبری دولت هم در سمت تاریخ شناسی که چی گفتیم خدمت‌های زیاد کرد، تعداد زیادی اثرهای ایجاد کرده است که در شناخت و آگاهی ملی ما میتوانند که بخصوص به جوانان یک تکیه‌گاه باشند، یک منبع باشند، یک سرچشمه باشند.